اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر من خوشحالم که محضر استاد محمدی شاهرودی هستم و این فرصت دوباره دست داده که سوالات شما رو با افتخار از محضرشون بپرسیم و کلی به اطلاعات و علم و آگاهیمون اضافه بشه. آقا سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. خدا انشالله از ما و شما و دوستان عزیز بیننده قبول کنین. الهی آمین. مسیر تعلیم و تربیت به انجام میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، تلاش هاشون برای تعلیم و تعلم و همین برنامه که الان دارن میبینن. پیامبر فرمودن من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. حرف عجیبی ها. همه مردم دنبال بهشتن. اصلا اومدیم دنیا که از این راه به بهشت برسیم. بله. چون مسیر بهشت از اینجاست. هر کسی توی مدرسه فارغ التحصیل بشه، مدرکی که میگیره بهشته تو دنیا. همه دنبال این هستن که مدرک رو بگیرن و به بهشت برسن. پیامبر میفرماید کسی که دنبال علم باشه او لازم نیست دنبال بهشت باشه، بهشت دنبال اوست. من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. آخه بعضیا دنبال بهشت هم، بعضی بهشت دنبال اون هاست. اویس قرنی رو بهشت دنبالش بود، هر جا میرفت بهشت میرفت سراغش. پیامبر از سفر برگشت، هنوز وارد شهر مدینه نشده بودن، فرمود از جانب یمن بوی بهشت استشمام میکنم. گویا اویس قرنی اینجا بوده. اویس که اومده مدینه بهشت همراه خودش آورده. الله اکبر. واقعا بعضی از آدم‌ها اینجوری هستن. آره، هر جا میرن بهشت همراه خودش میبرن. حالا این حدیث نبوی اینه که هر کس دنبال علم باشه بهشت اونو تعقیب میکنه که همراه او باشه، با او باشه. حالا این یکی از بهترین راه هم آقای قمر برای به دست آوردن علم همین پرسشه. این حدیث هم از پیغمبر نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام که فرماید که العلم خزائن و مفاتیح السؤال. علوم گنجینه‌های با عظمتی هستن. این خزائن غیر منصرفه. اگر تنوین میگرفت تنوینش تنوین تفخیم بود. اینقدر بزرگ، اینقدر عظمت داره که قابل تعریف نیست. العلم خزائن و مفاتیح السؤال. کلید این گنجینه‌ها پرسشه. یعنی با پرسش اصلا وارد گنجینه‌های علوم میشه. بعد پیغمبر فرمودن فاسالوا یرحمکم الله. بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه. فانه یوجر فیه اربعه. در سوال و جواب 4 گروه اجر و ثواب و بهره میبرند در یک جلسه سوال و جواب. السائل و المجیب و المستمع و المحب له. پرسشگر که درهای گنجینه علوم باز میکنه که همه واردش بشن، که مردم باشن الان این سوالاتو پرسیدن. بله بله. پاسخگو، شنونده و کسی که دوست داره پرسش پاسخ رو. این 4 گروه همزمان همه دور هم هستیم الان توی یاد خدا دیگه. بله، همه الحمدلله. همه از این یک جلسه پرسش پاسخ اجر و ثواب میبرن. الحمدلله. پس با سوال میتونیم وارد علوم بشیم. بله. من که شنوندم چقدر یک 4 همه دیگه هر 4 تا. آره. 4 گروه یوجر فیه. همه به یک اندازه دیگه فرق نمیکنه. خدا مثل ما نیست که بخواد تقسیم کنه. به نظرم اون کسی که این علم رو آموزش میده توی یه جایگاه فوق العاده برتریه. حالا اون بس اون یک حیث دیگه هست. اون حیث عالم بودنش اون یه حیث دیگری هست. اما حیث پاسخگو بودن اینجا تواضع نکنین. اون جایی که لازمه بگین دیگه. راجع به بالاخره عالم، اندیشمند. بله، اون حیث، از اون حیث ما روایت فراوان داریم که امام باقر فرمودن عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. یه عالمی که مردم از علمش استفاده بکنن از 70,000 عابد. نه آدم معمولی. عابدی که این خیلی جای فکر داره. همیشه نماز میخونه. چرا؟ چون عابد گلیم خویش به در میبرد ز موج. این سعی میکند که بگیرد غریق را، دست دیگران میگیره و همراه خودش میبره. روز قیامت هم که میشه به عابد میگن که خب به تعبیر بنده خدا قوت دست شما در نکنه، زحمت کشید، بفرمایید برشت در فلان نقطه بهشت، فلان جای بهشت جای شماست، برو داخل بهشت.
به عابد میگن. عالم وقت میخواد بره تو بهشت، میگن کجا داری میری؟ تو دنیا تنها نبودی، حالا تنها بری تو بهشت. اینجا بایست، همه کسانی که ازت چیز یاد گرفتن شفاعت کن، ببر همراه خود ببر تو بهشت. اون از اون حیث درسته، ولی این حیثی من عرض کردم ندی. این حیث پرسش پاسخه. آره. یه پرسشگر داریم، یه پاسخگو، یک شنونده، یک دوست دارنده. این حیث، از این حیث همه با هم مساوی‌اند. خیلی خوب. ولی خب من 3 تا اینا رو با هم دارم و هم شنونده هم خودم این سوالات منم هست، دوستم دارم. بله خب 3 برابر. 3 به 1 من. مخلص شما هستیم. خب عرض به حضور شما که بریم سراغ طرح سوالات مردم. یه سوال دیدم گفتم این با عنوان اول نیست. اینه. گفتن چرا 30720 یادتون نره دوستانی که سوال براشون پیش میاد میتونن از این طریق زیرنویس هم مرتب میشه، سوالات رو دریافت کنیم و بپرسیم از محضر استاد. مثلا چرا بین خلقت انسان‌ها و زمین و آسمان‌ها میلیاردها سال فاصله است؟ فرموده بودین توی جلسه که این فاصله است. 2 اینکه پیامبر گرامی که فرمودن اول ما خلق الله نوری، علم نبوت از چه زمانی به ایشان داده شد؟ بس 2 تا سوال شد. اولی خلقت آسمان‌ها میلیاردها سال. برای اینکه ماده نیاز به زمان داره، خدا نیاز به زمان نداره. کار خدا کن فیکونه. نما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همین که اراده کرد فوراً ایجاد میشه. اما ماده زمان میخواد. من یه مثال بزنم. شما یه ساختمان میخواد بسازی، ساختمان مثلا 10 طبقه 20 طبقه میخواد بسازی برای یه اداره، برای کار چیزی. یه معمار دعوت میکنی، بهش میگی که این ساختمان چقدر هزینه میبره؟ مثلا فرض کن میگه 5 میلیارد. چقدر زمان میبره؟ 2 سال. میگه خب من عجله دارم، میخوام که اداره منتظر این ساختمونه. میگه خیلی خب من 7 میلیارد 8 میلیارد میگیرم، 1 سال تحویلتون میدم. میگه نه من عجله دارم. میگه باشه نداشت، ما 10 میلیارد 20 میلیارد بده، من 6 ماهه تحویلتون میدم، 3 شیف کارگر میذارم، مسائل خاص انتخاب میکنم الاخ. میگه نه من میخوام در عرض 1 ثانیه تحویل بدی. چی میگه؟ امکانش نیست. عقل از دست دادی. آره. تو 1 ثانیه انسان ساختمان میسازه. واقعا. چرا؟ چون این ساختمان وقت شما پول داری، قدرت هم داری، هرچند اون معمار بخواد شما بهش در اختیارش قرار میدی، از پول و مصالح و کارگر و بنا همه چی. اما این ساختمان، ذات ساختمان وقت میخواد. ماده اینجوریست، زمان بعد 4 ماده هست. یعنی ماده که طول و عرض و ارتفاع داره یه بعدم داره به نام زمان، در طول زمان ایجاد میشه. پس چرا در 6 روز یا در میلیاردها سال به قول این دوست شنونده ما، بیننده ما، به خاطر اینکه ماده زمان میخواد. بله خداوند میتونست کوتاش کنه، مثلا به جای اینکه بخواد چند میلیارد بشه فرض کن 100 سال بشه. بچه باید 9 ماه تو رحم مادر باشه تا متولد بشه، میشه کوتاش کرد 9 ماه مثلا چند ساعت. حضرت عیسی. اما اینکه زمان نه، زمان میخواد، بی زمان نمیشه. و خدا هم بنا نداره که سنت ها رو به هم بریزه. سنت اقتضا میکنه که این مرحله طی بشه، این زمان بگذره. بله خرق عادت میشه زمان کوتاه بشه، اما چرا این کارو بکنه؟ مطابق با هم عادت های طبیعی خودش. این زمین برای اینکه استعداد پذیرایی از انسان رو پیدا بکنه مثلا 2 میلیارد سال وقت میخواد. خب باشه 2 میلیارد سال وقت بهش میده خدا، که عجله که در کار نیست. پس این زمان در واقع برمیگرده به ذات ماده. در قرآن ما 2 تا مطلب داریم، 1 موجودات خلقی، 2 موجودات امری. اونایی که امری کن فیکونه، اونایی که خلقی زمان میبره. در واقع خدا با خلق ماده اون قوانین مقررات و قواعدش رو هم خلق کرده دیگه، اونا هم با خودش. درسته، جزء ذاتشه. جزء ذاتش. عین ذاتش. زمان داشتن عین ذات ماده هست. مثل اینکه مجموع زوایای داخلی مثلث 2 قائمه مثلث باشه، این 2 قائمه بودن هم حتما جزء ذاتش. خدا میتونه یه مثلث ایجاد بکنه که 4 تا مثلا اون دیگه مثلث نیست، اون مربع میشه، مستطیل میشه. قبلا این کارو کرده متوسطش مربع. بله اون مستطیل یا مربع است. این نکته. پس این که چرا سال طول کشید، این حالا سوال مهمی هم نیست، من همین مقدار بحث می‌کنم.
اما سوال دومشون که علم نبوت از چه زمانی که پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری. ما باید دو وجود پیامبر رو از هم تفکیک کنیم، یک وجود نوری پیامبر یا وجود ملکوتی پیامبر، دو وجود ناسوتی و طبیعی پیامبر. به لحاظ وجود ناسوتی و طبیعی پیامبر ما آخرین پیامبر دیگه. بله. و فرزند آدم ابوالبشر هم هست، نمیتونه قبل از آدم باشه که. باید آدم بیاد 100 نسل تقریبا بگذره تا به پیامبر برسه. بله. یعنی حدود 10,000 سال بگذره تا پیامبر متولد بشه. اول باید زمین باشه، مدت‌ها زمین هست ولی انسانی رو زمین نیست. به اعتبار این پیامبر ما خاتم الانبیاست، آخرین پیامبره. درست. پس اول نیست. به اعتبار وجود نوریش بله او اول ما خلق الله، یعنی همه عالم به وساطت وجود او آفریده شده. این دوتا، اون که وجود نوری پیامبر باشه اول، منتها نه اولیت زمانی، چون زمانی اصلا وجود نداره، اولیت رتبی. از حیث وجود ناسوتیش نه، پیامبر آخره، اول نیست. پس اول ما خلق الله چیه؟ هم وجود نوری پیامبره. اون میشه عقل اول، میشه صادر نخستین، میشه واسطه فیض خدا به عالم. عالم هر چی که دارد از طریق وجود پیامبر به اهل بیت داره. به یمنهم رزق الورا، به سبب وجود اینها بقیه عالم روزی میخورن. و به وجود هم ثبتت الارض و السما، آسمان زمین وجود اینها برپاست. اون اول ما خلق الله نوری این وجود پیغمبره، نه اون وجودی که تو ذهن این برادر یا خواهر بیننده ما بوده که وجود ناسوتی باشه. اما این که علم پیامبر است که بود از زمانی که پیامبر بود، حالا چه وجود نوریش چه وجود ناسوتیش، پیامبر در کودکی هم اون علمی که لازم بود رو داشت. علمی که باید با اون علم عرض کنم که عبادت میکرد خدا رو، با اون علم خدا رو میشناخت. اون علم پیامبر از همون کودکی داشت. پیامبر خداوند بزرگترین فرشته خودش رو مأمور پیامبر کرده بود که آنچه پیامبر لازم داره اونها رو در اختیارش قرار بده، چطور عبادت کنه، چیکار کنه، خوب چیه بد چیه، همه اینها از همون کودکی اون فرشته الهی که واسطه خدا بود در اختیار پیامبر قرار میداد. خیلی ممنونم استاد. سلام خدا و فرشته ها و همه ذرات عالم به وجود نازنین خیر خلق الله حضرت حبیب الله رحمتا للعالمین محمد مصطفی صلوات الله علیه. بفرمایید. خب گفتن که با اجازهتون میخوام سوال بعدی رو از محضر استاد محمدی شاهرودی بپرسم. دعای مشلول رو گفتن استاد اگه ممکنه توضیح بدین. آیا صحت داره که این دعا رو باید با اجازه یک عالم بخونیم حتما؟ مثلا میشه دعای مشلول یک جوانی بود نسبت به پدرش جسارت کرد و گرفتار دعای نفرین پدر شد و شل شد، مشلول شد. توبه کرد و خلاصه توبه کامل. متوسل شد تو خواب مولا امیرالسلام بهش گفت که برای اینکه توبت قبول بشه و مشکل حل بشه این دعا رو بخون. ورزه بهش دعای مشلول. یعنی این فردی که شل شده بود و خاطر با این دعا خوب شد. مضمون دعا بسیار عالی است، محتوا بسیار بلنده. اسم اعظم خدا تو این دعا هست که حالا اسم اعظم با همه عظمتش تو این دعا هست. مورد عنایت اهل بیت بوده و گفتن که این دعا رو حتما با دقت و با طهارت و پاکی اینها خونده بشه برای این گونه امور که اصلا گرفتار گناهی شده، گرفتار این چیزها شده. البته مطلقا همیشه خوندین این دعا رو، چون عرض کردم اسماء الحسنای خدا تو این دعا اومده. در قرآن چند جا داریم که لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. در واقع هم داریم که هر کس خدا رو با اسماء الحسنا که 99 تاست بخونه 100% دعاش مستجاب میشه.
و این دعا توش اسماء الحسنا همش اومده. اما اینکه دعا نیاز به اجازه خاص داره، اینا بیشتر حرفای ذوقیه. دعایی است که امام گفته، تو منابع معتبر ما اومده و هیچ حدی هم براش تعیین نکردن، هیچ فیلتر و محدودیتی هم وجود نداره. ببین که میخواد این دعا رو بکنه باید اجازه بگیره. برای چی اجازه بگیره؟ یه دعایی است مثل بقیه دعاها و حرفا ذوقی است. بله اگه مثلا فرض کن که یه صاحب نفسی شارژ کنه طرف رو، شما این دعا برای شما الان راهگشاست بخونید، شارژش کنه، اون وقت اون شارژ بی تأثیر نیست. حالا اگه کسی اجازه هم نگرفت خوند، گناه کرده خیر، خلاف کرده خیر، تأثیر منفی داره براش نخیر. بنابراین خیلی ضمن که تاثیر مثبت حتما داره. حالا نسبت تاثیر مثبتش دیگه با خداست، ولی تاثیر مثبت رو داره قطعا. بله دوستان دنبال حرفای ذوقی، چون اونا همش مانع کار میشه. میگن زیرا عاشور رو زیاد نخونید. چرا؟ چون سنگینه، نمیدونم مصیبت برات پیش میاد. خود متن حدیثی که راجع به زیارت عاشورا هست میگه که هر روز تو خونه میگه بخونم، میگه بله بخون، من ضمانت میکنم همه ثواب‌ها رو ضمانت میکنم. اون میگه هر روز بخون، ما بگیم نه. بعضی از جاهاش هم توصیه شدیم که بیشتر بخونیم و 100 بار بگیم. امام فرموده بخونید، ما بگیم نه. این حرفای ذوقی است که گاهی هم مانع کار خوب مردم میشه و به این حرفای ذوقی خیلی نباید بها داد. توجه کرد. خیلی خوب. چون این سوالشون یه مقدار متوله، من بگم دستم بخونم. گفتن که من 50 سالمه، خیلی به چشم دیدم آدمایی که به هیچ صراطی نیستن، خیلی هم پولدار میشن، زیاد عمر میکنن، بچه هاشون پسر و دختر خوشبختم میشن و اما بیچاره پدر من و خیلی آدمای خوب و خداشناس که به همه کمک میکردن، خداشناس بودن. مثلا پدر دوست داشت بچه هاش خوشبخت باشن، نوهاشو ببینه، اما افسوس خدا نذاشت به آرزوهاش برسه. همیشه دیدم آدمای خوب فقط مصیبت نصیبشون میشه. به نظر من بنابراین خدایی اصلا وجود نداره و همه چی دست خود آدم هاست. نتیجه گیری ایشون این که خدا مصیبت میاره، نخیر، خدا هیچ بدی برای بندش نمیخواد. خدا میخواد که عده فقیر باشن، نخیر. این مردم به حرف خدا گوش میکردن فقیری در جامعه نبود. اگر مردم به حرف خدا گوش میکردن گناه و ظلم و بدی وجود نداشت. پس هر مشکلی شما میبینید اینها رو به حساب خود سوء اختیار انسان ها و حالا موجودات مثل انسان، بعد انسان هم نیست، جن هم هست مثلا. پس این نکته غلطه که بگیم که خدا برای بعضی ها فقر میخواد، برای بعضی ها بیماری میخواد، برای بعضی ها میخواد که برن جهنم. نه اینجوری نیست. این غلطه. مطلب دوم این که این مطلب کلیت هم نداره که ما بگیم که همه آدمای خوب مثلا آدمای خوب حتما دچار فلاکت و بدبختی ان، آدمای بد همه بدها مثلا فرض کن مرفه و خوش و خرمن. نه اینجوری نیست. یه شخصی اومد، یه یهودی بود، اومد جلو امام مجتبی علیه السلام حضرت از منزل اومد بیرون، خب چهره زیبا، مرکب خیلی زیبا و عالی، جلو امام رو گرفت، گفت که اینکه جد شما فرموده که دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر و مرگم پلیس که الی آخر، اگر جهنم اونی که شما داری کاش من می‌داشتم. چون خیلی فلک زده بود و بدبخت بود یهودیه. گفت اگر جهنم اونی که شما دارید کاش من داشتم، و اگر بهشت اینی که من دارم کاش شما داشتی. امام مجتبی علیه السلام بهش فرمود اگر تو جایگاه من تو بهشت ببینی قضاوت میکنی که من الان تو همه این چیزی که الان میبینی تو جهنمم، و اگر جایگاه خودت تو جهنم ببینی الان قضاوت میکنی که با همه بدبختیات تو دنیا چیه؟ تو بهشتی. یعنی بستگی به نه هم میگم که همه هم اینجوری نیست. آره. بعضیشون هم خوبه، روبرا هم هستن، یعنی از هر جهت. پس این کلیت نداره. بعضی وقتا ما ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه میکنیم. همینطوره. از کنم که از
برون چون قبر کافر پرخلل و درون قهر خدا عزوجل. اصلا ما بیرونش رو میبینیم فکر میکنیم چه خبره، گل و بلبله، بیرونش مردم کشته، درونش خودش کشته. مثلا بعد این که شما هدف آفرینش رو اشتباه گرفتید، خیال میکنم اومدیم دنیایی که اینجا خوش بخوریم، خوش بخوابیم، خوش شهرورانی کنیم، بعدم بریم. اینجوری میشد که خدا حیوانات رو خلق کرده بود دیگه. چه نیازی بود اصلا ما خلق؟ انسان برای چی خلق کرده؟ یا هدف زندگی اینه که انسان فقط در رفاه بگذرونه؟ نه، هدف این نیست. هدف آدم شدنه، هدف تو این امتحان شرکت کردنه، هدف اینه که انسان به قول قدیمی دود چراغ بخوره تا چیز یاد بگیره. الجنت محفوفة بالمکاره، بهشت به همین ناخوشایندها، همین چیزها پیچیده شده، همین گرفتاری ها، همین امتحان ها انسان رو به مقصد میرسونه. اگه هدف اونه، بعد بیاد بررسی کنید ببینید کی به هدف رسیده. کسی از لحاظ مالی وضع خوبی نداره ولی در انسانیت مقامی رو به دست آورده. کسی وضع مالیش خوبه، مثل حیوانی که عرض کنم که سری در آخور داره، اصلا توجه نداره برای چی زندگی میکنه، کجا هست. ببین نسبت اون هدفی که ما برای اون هدف به دنیا اومدیم کی جلو داره. خواهید دید که کسانی که غالبا برخوردها غالبا عقب مانده هستن و اونها محروم ها غالبا به مقصد نزدیکتر و در مسیر کمال بالاتر رفتن. پس شما این مطلب رو فراموش نکنید. این عرض کنم که هدف رو به دنبال هدف باشیم. حالا اگه انسان به دنیا هم رسید برسه نداره، نه هم میگم که تعارض هست، اما هدف دنیا نیست. هدف اون خوردن و خوابیدن اون چیزها نیست. مطلب بعد این که عرض کنم که خب اونا گاهی مثلا طرف کار میکنه، زحمت میکشه، خب وضعش خوب میشه. کسی تنبلی میکنه، خب وضعش خوب نمیشه. و از عقل معاش استفاده میکنه، استفاده نمیکنه. اون جوامعی که دچار تنبلی و سستی و رخوت و نمیدونم کمکاری و بدکاری هستن، خب بله این عقب ماندن. فردم همینطوره. باید تلاش کرد، باید دنبال علم بود، دنبال از کنم تولید ثروت بود. این هم جز عبادت دیگه. بله. اینا باید انسان انجام بده. این هم خودش یک نکته است که باید دقت بشه. حاصل این که اگر ما هدف رو گم نکنیم خواهیم دید که رفاه انسان، سعادت انسان، خوشبختی انسان به برخورداری مادی تنها و قدرت‌های مثلا سیاسی این چیزها نیست. سعادت انسان به تقواست، چه زن باشه چه مرد، چه ثروتمند باشه چه فقیر، به علم، به ایمان، به جهاد، مجاهدت در راه خدا، به پاکی، به عبادت. این هاست که انسان اینها هم فرقی نمیکنه بین اینکه انسان ها رو برخوردار باشه یا برخوردار مادی. غالبا برخورداری های مادی انسان رو از راه باز میداره، کمتر انسان ها به مقصد میرسن. بعضی نکات بود تو سوالش که دیگه من فراموش کردم کنم. آره یه نکته است، حالا من این جملهشون خیلی تو چشمم به چشمم میاد، این البته فرصت نیست، یه شبهه‌ای هم شاید باشه، اینو بذاریم تو جلسه آینده به عنوان سوال اول مطرح بکنیم که گفتن آدم خوبا اکثرا درگیر مصیبت و بلا میشن، که من گفتم اینجوری نیست. آره که شما فرمودین اینطوری نیست. من میخوام یه نقدی بزنم و یه مقدار بیشتر راجعش صحبت بکنیم جلسه آینده، مردم روش فکر بکنن. با اجازه شما خیلی ممنونم، استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق.